تصنیف داینی رو خیلی پیامک داشتیم که شما اجرا میخونیم. نکته رو عرض بکنم، ملودی های بختیاری همشون زیباست به استثنای دانی دانی. لطیفترین، زیباترین ملودی بختیاری دانی دانی است. فکر کردم میگید به استثنای داینی، گفتم شاید داینی زیبا نیست. یکی از زیباترین، یکی از زیباترین، لطیفترین ملودی های بختیاری است. منهای صدای من که من امشب میخوام بخونمش. البته دوستان خواننده همه خوندن. خب سبکی که من خوندم با اونا فرق داره. ان شاءالله که بیننده ها لذت ببرن و همطوره. یه دعای کوچیک هم به ما بکنن. حتما همطوره. حتما داینی رو میشنوید. بچه‌ها دست اشتباه داره پخش میشه. نه اشتباهه. تلفن بود. ای داده ببخشید. زنگ گوشی بود. خب ببخشید. زنگ گوشی بود یکی از. آره این الان درسته. به به. بذار برم تو حسشو هم بگیرم. زیر بهون باشی، یه نمنم بارون هم بیاد و بعد خودت بخونی. آخی نترا های بگت کنم های تی مردم مردانی زونیام های دکی خورم های دلم اره هاردانی آخی دانی دانی های دردت های قربون رنگ زردت آخی دانی دانی بنشی های من دلم نکن خیم با اینجاش بکن ای هرچی یار های یاری کنون های نید جوابم دانی ما که خوم های سهد دلم های کرده کوابم دانی آخی دانی دانی های دردت های قربون رنگ زردت آخی دانی دانی وای دانی های دردم یکی دوتانی اینجاش دیگه خیلی احساسی میشه ها اینجاش گوش کن هر یه روز یادم کنی هر یه روز یادم کنی بیای به سراغم مر تو خود همت کنی مر تو خود همت کنی بابوی چراغم هر سر واگل بنام تیکی بمیرم وابوی بالا سرم گل تینا نمیرم وابوی بالا سرم گل تینا نمیرم گروه کن ای دانی دانی وای دردت آخ قربون رنگ زردت آخ ای دانی دانی بنشین آخ من دلم نکن خین آخ ای دانی دانی
آمن دلم نکن خیر آخه دانی دانی وای دانی های دردم یکی دوتانی آخه دانی دانی وای دانی های مردم دلم نکنی آخه دانی دانی وای دانی وای من دلم نکن خیر عالی، خیلی عالی بود. زنده باشید، متشکرم. انشالله که بیننده ها لذت برده باشن. به این صدای گرم، نوای قشنگ، دستت درد نکنه. خیلی لذت بردیم. چه آهنگ آرامش بخشی بود. آره با کشتمون هم گیج ممکن برام میچه. بچه‌ها کارشون خیلی حرفه‌ای و عالی بردن. دستتون امشب سنگ تموم گذاشتن. همه برای بچه‌ها، چه برای بچه‌های پخش، تهیه کننده محترم و همه برای بچه‌ای که اینجا هستن. می‌خواستم بگم چقدر حالمون خوب شد. آهنگ آرامش بخش خیلی خوب و کلی هم مردم باهاش خاطره دارن. کلی هم با این آهنگ خاطرات قشنگ دارن و حس زندگی رو انگار به آدم میبخشه. دست درد نکنه. خیلی ممنونم.